با یاد و نام خدا، درود و وقت بخیر خدمت یکایکتون. توتیا هستم، دانش آموخته موسیقی ایرانی از کنسرواتوار تهران. اینجا هستم با آموزش تمرین‌های آوازی یا همون کانتاتی ها، مبحث کانتاتی ها. در ویدیو قبلی در بحث پیشگفتار ما تئوری های لازم برای اینکه شما بتونید این آوازهای کانتاتی رو با من تمرین کنید اونجا گفتیم، توضیحات لازم داده شد. اگر که یک پیش‌زمینه موسیقی ندارید یا حتی دارید و میخواید به یک جنبندی کلی برسید در کمتر از 1 رو 20 دقیقه بتونید تئوری هایی رو که برای خوندن تمرین های آوازی لازم دارید بدونید، میتونید به مبحث پیشگفتار در ویدیو قبلیمون رجوع کنید و اونجا اون مطالب رو برای خودتون یادداشت کنید، یک دفتر نوت تهیه کنید، اونها رو بنویسید. در حقیقت کانتاتی ها در سولفژ به معنی خوندن نوت ها با صدای دقیق و فرکانس صحیح، با صدای یک ساز کوک شده مثل پیانو هست. اینکه شما بتونید، هنرجو بتونه صدای هر نوت رو دقیقاً هر آنگونه که هست و تولید میشه بتونه سر همون فرکانس خودش اجرا کنه و به این طریق شما با انجام این تمرین ها که بهشون میگیم همون کانتاتی ها یا همون تمرین های آوازی، شما به مرور زمان اتفاقی که برای صداتون میفته اینه که اون فالشی ها از صداتون کم کم میره و به مرور زمان نوت ها رو سر جاشون اجرا میکنید و این تمام اون چیزی هست که ما میخوایم در صدامون بهش برسیم. بنابراین برای مبحث تئوری ها همونطور که گفتم میتونید به بحث پیشگفتار رجوع کنید و اگر هم که اون تئوری ها رو میدونید و میتونید درس ها رو با من از روش بخونید، بنویسید و تمرین کنید، میتونید با من از این فایل، از این ویدیو با من درس ها رو شروع کنید به تمرین کردن. نکته دیگه ای که برای شروع این تمرین ها در ادامه کار باقی میمونه نحوه تمرین هست. ببینید، ما برای تمرین کردن اگر که بتونیم روزانه یک تایم فیکس شده و منظم و مداومی رو برای تمرین قرار بدیم خیلی بهتر هست، خیلی زودتر به نتیجه میرسیم تا اینکه امروز 1 ساعت تمرین کنیم، 2 روز بعد تمرین نکنیم، دوباره 1 هفته بعد بیایم 2 ساعت تمرین کنیم، پس فرداش بیایم 10 دقیقه تمرین کنیم و پیوسته و مداوم نباشه. در حقیقت میخوام بگم یک چیز پراکنده‌ای براتون میمونه، اتفاقی که میخوایم تو صداتون نمیفته و اون چه که مهم هست در جریان این تمرینات، چون مطالبی که مهمه و باید گفته بشه، آموزش داده بشه رو که ما اینجا آموزش میدیم، اما اون چه که در شما مهم هست برای اینکه شما به نتیجه‌ای که میخوایم برسین اینه که بتونید پیوسته و آهسته تمرین کنید. یعنی شما بتونید یک تایمی رو در طول روز، شده 10 دقیقه، شده 1 ربع، اما هر روز به این تمرین اختصاص بدید و برای خودتون یک تایم منظمی رو در پیش بگیرید که بتونید هر روز مثل تمام جریانات روزمره‌ای که هر روز باهاش طرف هستید، برای این تمرینات هم روزانه یک تایمی رو براش اختصاص بدید و انجام بدید. اکتاو در حقیقت به هر 7 نوت پی در پی، یعنی شما چون 7 نوت بیشتر ندارین، از هر نوتی شروع کنید 8می دوباره خودش میشه. ببینید، سول، لا، سی، سی و دوباره دو. ببینید، دو، ره، می، فا، سول، لا، سی و دوباره دو. از ره شروع کنید، ره، می، فا، سول، لا، سی، دو، ره. یعنی شما از هر نوتی تو این 7 نوت شروع کنید، 8می نوت که همون 8 خودمونه، 8می نوت که علامت اکتاو هست، میشه دوباره خود همون نوت. بنابراین به هر
7 نوت پی در پی یا در حقیقت 8 نوت پی در پی که هشتمی دوباره خودش میشه میگیم یک اکتاو. این که شما تو 6 درس اول صداهای یک اکتاو رو میشنوید منظورمون اینه، یعنی یاد میگیرید که چطور این صدای 7 نوت رو اجرا کنید. در حقیقت برای ابتدای کار با 6 درس اول شما یاد میگیرید که چجوری از یک نوت تا یک اکتاو رو در حقیقت صداها رو بشنوید، بتونید تو یک اکتاو مد صوتی حرکت کنید، صداها رو بشنوید و ببینید که چطور صدای نوت ها بالا و دوباره پایین میاد، برمیگرده سر جاش. و این 6 درس اول در حقیقت روی یک گام خوندن رو بهتون یاد میده. 3 درس اول در حقیقت از نوت دو تا سول رو میشنوید، یاد میگیرید و با اون همخوانی میکنید و حتی نحوه تمرین کردن رو بعد از اینکه این تئوری ها رو براتون توضیح دادم، نحوه تمرین کردن رو بهتون یاد میدم که چجوری میتونید این 3 درس رو روزانه و چقدر باید تمرین کنید تا بتونید با جلسه بعدی، با ویدیو بعدی برید و 3 درس بعدی رو بخونید. این همون 5 خط خطوط حامل، خط اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم. این که لسولمون که از روی خط دوم شروع میشه بکشیدن. میزان اول نوت دوی سیاه، نوت ری سیاه. این خطی که اینجا جدا میکنه در حقیقت نوت ها رو از نوت های بعدی بهش میگیم خط میزان. به این خطوط میگیم خط میزان. نوت بعدی دو، ری سیاه. میزان بعدی می، ری سیاه. میزان بعدی باز می، ری سیاه. دوباره دو، دو سیاه، ری سیاه، می سیاه، ری سیاه، می سیاه، ری سیاه و میزان آخر ر دو. و اینم دو خط پایان. پس نوت ها دو سیاه، ری سیاه، دو سیاه، ری سیاه، می سیاه، ری سیاه، می سیاه، ری سیاه، دو سیاه، ری سیاه، می سیاه، ری سیاه، می، ر و دو. اولا که تو تمرین این درس ها هیچ فشار مضاعفی به حنجرتون وارد نمی کنید، یعنی کاملا در حالت ریلکس خودتون هستید و شروع میکنید، در ریلکس ترین حالت خودتون در حقیقت هستید و شروع میکنید به خوندن نوت ها. اول اینکه سولفژ میکنیم، اینو نوت ها رو، اسم نوت ها رو میخونیم، چه نوت هایی هستن، شکلشون چیه، اسمشون چیه. و بعد برای اینکه بتونیم این نوت ها رو بخونیم، در حقیقت من اینجا براتون یک بار فقط نوت ها رو با پیانو براتون می نوازم. در حقیقت بخوام بگم یک بار صدای این درس رو، این نوت ها رو با پیانو میشنوید. اگر فکر کردید که میتونید بعدش شروع کنید به خوندنش، خب شروع میکنید. اما اگر احساس کردید هنوز حاضر نیستید و هنوز نیاز دارید که بیشتر صدای نوت ها رو بشنوید، استاپ میکنید و دوباره برمیگردید از اول. صدای پیانویی این درس رو چند بار برای خودتون از اول میذارید و میشنوید. اونقدر میشنوید چون ببینید بیشتر جریان به گوش برمیگرده. شما زمانی که درست نشنوید صدای نوت ها رو، نمیتونید درست سر جای اونها
بخونید و ادا کنید و انجام بدید. بنابراین هر تعداد دفعاتی که فکر کردید نیاز دارید تا باز بشنوید، دوباره از اول صدای پیانوشو میشنوید و هر زمانی که احساس کردید که خب حالا میتونم باهاش شروع کنم بخوندن و اون نوت اولو باهاش شروع کنم و بخونم، شروع میکنید و میخونید. درس اول رو پس با پیانو براتون میزنم و فقط گوش میکنیم به صدای پیانویش. حالا شما بعد از اینکه چند بار گوش کردید، هر تعدادی که نیاز داشتید گوش کردید، میرید سراغ خوندنش و درس اول رو براتون حالا میخونم. یک بار با پیانو زده میشه، فقط به صداها گوش میکنیم. یک بار من براتون میخونم، دوباره با پیانو میزنم براتون میخونم که باز براتون تکرار بشه و نحوه خوندنش رو بشنوید، ببینید و دفعه آخر دیگه کم کم سعی میکنیم که یه نوت اول رو بزنیم با پیانو، اما بقیه نوت‌ها رو دیگه با پیانو نزنیم و سعی کنیم که خودمون هر آنچه که شنیدیم سر جای اون صداها بدون کمک پیانو بخونیم. در حقیقت ما دفعات قبلی از پیانو کمک گرفتیم تا صداها رو خوب بشنویم. در نهایت باید خودمون بتونیم این درس ها رو بخونیم. دو ره دو ره می ره می ره دو ره می ره می ره ره دو. دفعه آخر یه نوت اول رو میزنم و سعی میکنم باقی نوت ها رو خودم بخونم. در حقیقت کوک میگیرم فقط از پیانو. دو ره دو ره می ره می ره دو ره می ره می ره ره دو. و هر سه درس رو ما اینجوری تمرین میکنیم. تو درس دوم یک نوت دیگه هم به نوت‌های قبلی اضافه میشه. دو ره می ره دو ره می فا، نوتی که بین خط اول و دوم قرار میگیره. می ره می فا می ره ره دو. در حقیقت یک نوت فا اینجا به درس دوم اضافه شده. میریم که درس دوم رو با پیانو بشنویم. حالا یک بار براتون میخونم با پیانو. دو ره می ره دو ره می فا می ره می فا می ره ره دو. یک بار هم در نهایت بدون پیانو میخونم.
دو ره می ره دو ره می فا می ره می فا می ره ره دو. این هم از درس دوم. درس سوم. اسم نوت‌ها دو، ره، می، فا که تو میزان قبل صداشو شنیدیم، تو درس قبل صداشو شنیدیم. می، ره، دو، ره، می، فا. نوت بعدی روی خط دوم نوت سل به این درس اضافه شده. سل، فا، می، ره، دو، ره، می، فا، می، ره، دو و دولا خط پایان. بریم که با پیانو صداشون رو بشنویم. درس سوم. حالا یک بار با پیانو براتون میخونم. دو ره می فا می ره می ره دو ره می فا سل فا می ره دو ره می فا ببینید ما برای هر صدای یک نوت پل داریم. مثلا تو صدای خود من که صدای میانه هست، نه زیاد زیره نه زیاد بمه، نوت فا و سل برای من نوت پلن. یعنی در حقیقت بعد از این نوت ها من دیگه باید با صدای سوپرانو نوت ها رو بخونم، اجرا کنم. بنابراین از هر نوتی که فکر میکنید بعد از اون صداها براتون خیلی زیر میشه، جیغ میشه و نمیتونید سر جاش بخونید، لازمه که از صدای سوپرانو خودتون استفاده کنید. یعنی صدایی که بیاد تو سر و یک بار براتون اجرا میکنم، نحوه اجرای این نوت رو میشنوید. فرق اون صدای درست و نادرست رو براتون اینجا اجرا میکنم. دو ره می فا سل. من نمیگم، میگم دو ره می فا سل. یعنی کاملا اون فشاری که قراره به حنجرم بیاد از روش بر میدارم و صدا میاد اینجا و تو کاسه سرم میپیچه و سر جای نوت سل اجرا میکنم، اما نه با تمام حجمی که باید سر این صدا باشه. از این صدا به بعد برای من نوت پل محسوب میشه. شما هم باید اینجوری جای نوت پل رو تو صداتون پیدا کنید و در حقیقت فریاد نزنید سر جای صدای اون نوت. خب. بریم یک بار دیگه درس رو بدون پیانو بخونیم. دو ره می فا می ره می ره دو ره می فا سل فا می ره دو ره می فا می ره ره دو. بنابراین تو این سه درس شما یاد گرفتید که از نوت دو تا نوت سل برید بالا و برگردید سر جای صدای نوت دو و همونطور که گفتیم
یک بار فقط با پیانو صداها رو میشنوید، حالا هر تعداد دفعاتی که بیشتر نیاز بود بیشتر میشنوید. دفعه دوم اگر ساز دارید با ساز مثل من برای خودتون تونستید بنوازید بخونید که چه بهتر. اگر هم ندارید تمام اونچه که من میزنم براتون همون رو استاپ کنید، سر جای اون صدا سعی کنید که بخونید و دفعه آخر باید بتونید که بدون کمک پیانو فقط این درس ها رو سر جای خودشون بخونید و اجرا کنید. اونجاست که شما میبینید هنوز کدوم نوت رو، صدای کدوم نوت رو یاد نگرفتید و نیاز دارید که بیشتر بشنوید. اگر تو این مسیر یک کیبوردی، ارگی، پیانویی داشته باشید که خیلی بهتره. اگر بلد باشید بتونید این نوت‌ها رو بزنید خب خیلی بهتره. اما اگر هم بلد نباشید، خیلی ها وقتی میان کلاس اصلا نه کیبورد دارن نه هیچی، ولی ضبط میکنن و اون چوری که ضبط میکنن فقط گوش میکنن و با گوش کردن به این مرحله که میخواین میرسن. در نهایت شما باید بتونید تمام این نوت‌ها رو سر جای خودشون بخونید. ممنون و متشکرم. موفق باشید.